سلام، این هفته در آفساید یک اتفاق نادر رو واکاوی می‌کنیم وقتی که شیخ حسن روحانی با نقاب فرشته نجات نقش رهبر اپوزیسیون داخل نظام رو بازی کرد و حرفایی زد که معمولاً اگر کس دیگه‌ای میزد با پرونده و دادگاه و اینا سر کار پیدا می‌کرد. روحانی که این روزها با بی‌آبرویی مطلق مواجه شده و هدف خشم گسترده مردم قرار گرفته، میخواست با این همایش حقوق شهروندی آب رفته رو به جوی برگردونه، اما در عمل چیزی جز ضعف نظام رو به نمایش نذاشت. در ابتدا خودش گله‌مند بود که چرا پارسال که این منشور حقوق شهروندی رو ارسال گسترده کرد کسی جدیش نگرفت. اون وقت بعضی از عزیزان در رسانه ها گفتن که خب حالا نزدیک انتخابات فلانی کار تبلیغات انتخاباتی میخواد انجام بده، ولی حالا منشور حقوق شهروندی که یه دفترچه‌ای هست نوشته شده و پخش شده و مثل خیلی چیزای دیگه فراموش میشه. بله، اگه درست یادم باشه یکی از اون عزیزانی که میگفت این دفترچه یه کار انتخاباتیه رو ما آوردیم توی برنامه، نه؟ یه سرچ بزن، فکر کنم تو دیماه پارسال بود. والا آقای رئیس جمهور با تقدیم این منشور حقوق شهروندی یک برگ انتخاباتی قشنگ رو کردن و یک حال اساسی از دل و پسا و مقام ببخشید، یعنی یک حال اساسی به شهروندان جمهوری اسلامی دادن. آره یادم آمد، اون موقع قبل از انتخابات بود و قرار بود بعد از انتخابات تازه طرح بیارن که چجوری اجراش کنن. حالا بعد از یک سال که هنوز هیچ طرحی نیومده، ولی شیخ فری نشسته فکر کرده و به کشفیات بزرگی نائل اومده. ملت ما گفت که من نمیخواهم رعیت باشم، من رعیت باشم، یک آقایی هم اون بالا به نام شاه باشه، فرمان روایی کنه و من هم مجری فرمان او باشم. شاه نمیخواهیم، قانون میخواهیم. هر کس در این کشور هر مسئولیتی داره بالاتر از قانون نیست. ما انقلاب کردیم که هیچ کس بالاتر از قانون نباشه. حقوق شهروندی یعنی همه طبق قانون عمل کنیم. در یک کلام داره میگه سر و ته این حقوق شهروندی اینه که همه باید طبق قانون اساسی عمل کنند، هیچ کس هم بالاتر از قانون نباشه. من نمیدونم که مخاطب شیخ فری اینجا دقیقاً کیه، ولی این رو میدونم که در همین قانون اساسی یک نفر اون بالای بالا قرار گرفته که هیچ کس نمیتونه بالاتر از اون عمل کنه. اصل معروف 110 قانون اساسی همه چیز رو روشن میکنه. میگه یک آقا نه یک خانوم به صورت مادام العمر نه دوره‌ای در کرسی ولایت فقیه میشینه که روی حیات و ممات کل آحاد ملت میتونه تصمیم بگیره. تکی فرمانده کل قواست، میتونه اعلام جنگ کنه، میتونه سیاست تعیین کنه، میتونه احکام رو عوض کنه، میتونه رؤسای قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، رئیس جمهور بذاره عوض کنه. در واقع یک مشکل کوچولو تو همین قانون هست که اگر اجرا بشه که داره اجرا میشه، هیچ کس نمیتونه بالاتر از این قانون عمل کنه. پیغمبر اسلام هم بالاتر از قانون نیست، او هم مجری قانونه، خودش هم مثل همه. اگر پیغمبر به مردم گفته نماز بخوانید، خودش اول نماز خونده. اگر گفته زکات بدهید، خودش عمل کرده. اگر گفته به مردم احترام بکنید، خودش عمل کرده. والا درباره صفات پیغمبر که جای هیچ بحثی نیست، ولی پیغمبر اسلام چه ربطی به این جمهوری من درآوردی شما داره؟ جای دور نریم. یه مثال خیلی سادهش همین شبکه اجتماعی توییتره که تو نظام فیلتره، ولی همه مهره‌های ریز و درشت نظام از خود عظما تا روحانی و سایر وزیروزرا اونجا توییت میکنند. حالا چجوری؟ بشنوید. بنده یک نکته حقوقی رو عرض کردم، گفتم در فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست. از طرفی دور زدن و فیلترینگ ممنوع طبق قانون. خب بنده قانون رو دور نزدم، در توییتر هم عضوم نیست، منع قانونی هم نداره، ایرادی هم نداره. بله چی شد؟ میدونم اصلا به ذهنتون فشار نیارید که فکر کنید چه حرف منطقی این وسط گفته شد. ببینید موضوع خیلی ساده است. میگه توییتر اینجاست، اینجا هم ایرانه. توییتر
حق فعالیت تو ایران نداره، دورش هم فیلتر زدن. دور زدن این فیلتر هم ممنوعه، ولی عضو شدن توی توییتر آزاده. حالا چجوری میشه؟ حاج آقا ریتوییت جواب میده. به عنوان مثال فلان شبکه در کشور ما، حالا اسم میبرم من میدونم، فیلتر هستش. الان اکثر مسئولین صحبت‌های مهمشون رو میرن اونجا میگذارن. خب ببینید ما باید این هرم از بالا نگاه بکنیم دیگه. خب من مردم الان چرا نباید به اون دسترسی داشته باشم؟ وایسم صحبت‌های فلان مسئول خودم از اونجا بازنشر بشه توی تلگرام، بیام توی تلگرام بخونم. تکلیف مردم ببینید چیزی که بسته هست برای همه بسته هست و اگر یه جایی که بسته هست یه مجرایی برای گشودگیش وجود داره، برای همه گشوده هست. اینطور نیست که برای مردم مثلا گشوده نباشه ولی برای یک مسئول. این فرمایش شما رو من قبول ندارم. خلاصه یه چنین پدیده‌هایی توی ایران حکومت میکنن دیگه. برگردیم به افاضات شیخ فری. مردم دارن مقایسه میکنن، میگن فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه براش گذاشتید. اهلا و سهلا، همه چی با مردمه. نظرات مردم در رأسه. اگر مردم میگن این پول زیاده، من نمیخوام بگم اگر 1 نفر 2 نفر 10 نفر، اگر فهمیدین که نظر عام مردم اینه، نظر مردم، اکثریت مردم اگر چیزی میگن درست میگن، حق با اوناست، حق با دولت نیست، حق با ملته. حق با ملته؟ خب اکثریت ملت چطور نظرشون رو بیان کنند؟ بعد همین تجمعات خودجوشی هم که شکل میگیره شعارهاشون واضحه دیگه. اینا که 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر که نیستن. مرد بر روحانی، مرد بر روحانی، مرد بری دولت مردم بری، دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندید ملتی. خب اگر میخوای به شعار ملت عمل کنی از همینجا شروع کن ها. حالا اینم نه، موضوع یارانه ها رو در نظر بگیر. اگر بخوای نظر مردم رو بدونی و یه نظرسنجی ساده بذاری که آیا شما ماهانه 45,000 تومان یارانت رو میخوای یا نه، مطمئن باش که درصد بالایی به جواب مثبت میدن. مثلا 70%، 80%، چی؟ 120%؟ امروز هم دولت هم مجلس بعضی دیگه هم وارد شده، دارم تعجب میکنم. وایساده پاشو کرده توی کفش که این 45 تومانه رو از جیب ملت دراره، باز بده دست دولت. آقا 120% مردم بهار 93 اومدن گفتن ما اینو میخوایم. همین الان هم نظرسنجی کنی بیش از 100% میگن میخوان. پس حرف اکثریت مردم که روشنه. حالا ببینیم در مورد فساد چه برگی میخواد رو کنه. والله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر 10 دادگاه ما با فساد مبارزه کنن، نمیتونیم فساد رو ریشه کن کنیم مگر آن که مردم به صورت شفاف ببینن ما چه میکنیم. باید بریم تو اتاق شیشه‌ای، باید نورافکن رو ما باشه. خب میخوای بری اتاق شیشه‌ای؟ چقدر خوب، چقدر عالی. نورافکن بدم خدمتتون؟ البته نیاز به نورافکن نیست، تو فقط بیا همینا رو جواب بده. نمیخوادم مال سال آینده رو بگی، یا همین سال گذشته رو بگو. چقدر پول خرج حوثی‌های یمن شده؟ چقدر خرج مدافعان بشار اسد تو سوریه کردی؟ به حزب الله لبنان چقدر پول دادی؟ چقدر خرج موشکی کردی؟ یه مقدارم از مال و اموال حسین فریدون و سایر رفقات شفاف سازی کن. تو همینا رو بگو، اتاق شیشه یا نورافکن پیشکشت. بریم مرتب تو زندگی مردم ببینیم تو زندگی مردم چه خبره، تو امور خانوادگی مردم چه خبره، 2 تا دوست چه کار میکنن، کی به کی SMS زد، چی گفت، فلان سیاسی با فلان سیاسی، فلان حزب سیاسی. رها کنیم، دست برداریم، آزاد بذاریم مردم رو. نمیشه، اون دوره گذشت، والله گذشت، تالله گذشت، ول کنید. آقا اسم این دولت رو به جای تدبیر و امید فکر کنم باید بذارن دولت چاخان و دغل، چون یه جوری حرف میزنه که انگار این بگیر و ببندها رو عمه جان من کرده. بابا این صحبت ها رو 28 آذر کرده، 2 روز بعد شب یلدا 230 دختر و پسر رو توی مهمونی دستگیر کردن. کی؟ همین نیروی انتظامی تحت امر ایشون. ببینیم پیغمبر با مردم چجور رفتار میکرد. همه منافقا را میشناخت.
به اونها متعرض میشد؟ نمیگفت. اگرم میخواست محاکمه بکنه والله شنود نمیگذاشت پیغمبر رو که میدونیم شنود نمیذاشت، ولی تو نظام آخوندی کی بیشتر از همه درخواست شنود میده؟ و اینکه بفرمایید که کدوم دستگاه، خب وزارت اطلاعات بالاخره یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست و زیر مجموعه خود دولت هستش و حداقلش این هستش که بخش عمده از درخواست‌های شنود توسط خود دولت که همون وزارت اطلاعات باشه انجام میشه. که در نظر داشته باشید که این حرفا رو کسی میزنه که خودش 4 سال وزیر اطلاعات بوده و کلی هم از این درخواست‌ها داده، یعنی دستش تو کاره. ما بنای ما در تورم مهار تورمه، ما بنای ما در رشد مثبت اقتصادیه. رشد مثبت اقتصادی برای ایران یا برای چین؟ چون اون زیرمیرا ظاهراً یه خبرای دیگه‌ای هست، حالا ما هم ندونیم ولی خودشون دست خودشون رو میکنن. چینی ها آمدن با دستگاه های پیشرفته دارن کل کف دریا رو وکیوم میکنن مثل جارو برقی. ماهی با تخمش، این یعنی این که ماهی گیر بندر عباسی تا چند وقت دیگر اصلا از ماهی خبری نیست. فروشنده هم از چین، از واجبی تا سنگ قبر چینی، فروشنده چینی تو همین دریا آورده کارخانه روی دریا سنگ رو میگیره توی همونجا و اینها دریا رو هم کثیف میکنه، اینا سنگ رو برش میکنه تو همینجا تحویلمون میده. کارخانه سنگ شناوری روی دریا چینی برای ایجاد و تولید سنگ قبر ملتون. علا برکت الله، علا برکت الله. آقا وضعیت رشد اقتصادی که روشنه، ولی ظاهرا شیخ حسن یک وعده هایی هم تو بودجه 97 به ملت داده بود که دیگه آخر خالی بندی بود. ما در بودجه سال 97 من به ملت عزیز میگم هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد مگر اینکه خواهیم گفت این پول کجا صرف خواهد شد و اگر شما قبول داشتید اون کار رو خواهیم کرد. آها، یعنی تا حالا مورد داشتیم که مردم خودشون موافق گرونی بودن؟ یعنی تا الان در مورد گرونی عوارض خروج از کشور، سوخت، تخم مرغ ملت هیچی نگفتن؟ همه موافق بودن؟ ولی سر تخم مرغ فکر کنم یه نمونه بود که واقعا موافق بودن، نه؟ مطمئناً هر چیزی که گرون میشه در راستای اصلاح الگوی مصرفه. بنده قبلا همراه با خانوادم مصرف بی‌رویه گوشت و مرغ و ماهی به خاطر نسل‌های آینده گذاشته بودیم کنار و رو آورده بودیم به تخم مرغ. صبح جاتون خالی نیمرو میزدیم، ظهر املت، بعضی موقع با گوجه اگر قیمت گوجه مناسب بود، شبا هم معمولا آبپز میکردیم، حالا با سیب زمینی، بعضی موقع خالی خالی با خیارشور میخوردیم. مطمئناً الان مصرف تخم مرغ تو مملکت بی‌رویه است که تخم مرغ شده دونه 700 تومان. از عزیزان و دستاندرکاران میخوام که به ما ابلاغ کنن که ساعات اوج مصرف تخم مرغ که ما هی الکی هر دم بیری هی تخم مرغ نزنیم، الکی سرمایه های تخم مرغی مملکت هدر. بریم سراغ حرف آخر روحانی که بازم مثل همیشه به اجرای حقوق شهروندی که میرسه، باز بعد از 1 سال هنوز هم توپ رو میشوده توی زمین ملت و میگه من هیچ کارم. آی ملت، هر کی حقوق شهروندی میخواد خودش بره دنبالش. همه اعتراض کنید. اگر در یک اداره ما اجرا نمیشه حقوق شهروندی، فضای مجازی به میدان بیایید، موبایل ها به میدان بیایید، جوان ها به میدان بیایید، بگید، اعتراض کنید و جامعه ما را به سمت استاندارد شدن و به سمت حقوق شهروندی بکشانید. پس غیر مستقیم داره میگه که همه حرفام شعر و شعار بود و کاری از دست من بر نمیاد. ولی ببینید که این شوی تبلیغاتی چقدر مسخره بود که صدای عظما رو هم در آورد که از این جنگولک بازی‌ها در نیار،
برای نظام کار درست نکن، تو هم خودت جزوی از همین نظامی. دشمن هم به مجردی که میبینه در داخل یک چنین چیزهایی وجود دارد با شوق و ذوق تمام، امروز اینا میگن، امشب شما میگید که همینا بازتاب وسیع پیدا میکنه، دشمن رو شاد میکنن اینها. به خصوص کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده، فرقی نمیکنه. انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست. اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره. کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن. بنده‌ای که مسئول امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چه کار کردم با این امکانات. مردم قبول نمیکنن این رو. حالا ممکنه کسی خیال کنه که در مردم تأثیر میذاره، نه، مردم آگاهن، میفهمن، نمیپذیرن این حالت رو. به این ترتیب میبینیم که اوضاع نظام چقدر شلمشوربا شده که خامنه مجبور شده بیاد گوش هر دو رئیس جمهور نظام، هم قبلی و هم فعلی رو بکشه که این جنگولک بازی ها کسی رو رنگ نمیکنه و دارین همون کشتی رو سوراخ میکنید که همه سوارش هستید. یعنی در یک کلام ملت هیچ کدومتون رو نمیخواد. وقت بخیر و خدا نگهدار.